خندک دهه در آغون امروز ماتم دارد. در این آرامگاه امروز جسد جوانترین مهاجر کشته شده در زنازنی روز 14 می در قبرستان هاون مسکو اینجا دفن شد. در برابر این جوان که سهراب خوشکف نام داشت، 2 همدیهه او در آرامگاه های گوناگون این منطقه به خاک سپاریده شدند. پدر سهراب خوشکف جسد پسر 22 سالش را از مسکو به وطن آورد. پسر او در قبرستان خوانسکوی مسکو کار نمیکرد و برای هیچ چیز کشته شده است. 10 روز پیش از من از شهر چیخوف به شهر مسکو اومد. ما پد مسکو کار میکردیم. گفت که پیش خشامون میرم یک کم استراحت میکنم همونجا. این همین محل اینو در غفلت همونجا بدستن بسیاری بچه‌ها نخست رنگ جنگ گرمن ناگاه حمله کرد که اینا ناگاه در یک چند ماشین های همین خارجی اومده ایستادند و دستشون پیستولت автомат گرفته یکی حمله کردن. با نقل این همصحبتی ما، سهراب در روز مناقشه در نزدیکی قبرستان خوانسکی گشت و گذار داشت و از تیر حمله‌وران به این قبرستان کشته شده است. دخترم از شهر به سهراب میگفت. حالا از سهراب خوشکف 2 فرزند، یکی 4 ساله و دیگری 8 ماهه باقی ماندند. آمد همی 4-5 ماه زمستون قدیم بود با میره بهار میشید. برای تامین زندگیتون میرفتن؟ برای نمیده دختر برای من چشم بگوش برای همین زندگی خونمون آخی. همسر سید نوردین صابیرف 42 ساله قربانی دیگری زنازنی قبرستان خوانسکی حالا با 5 فرزند نابالغ تنها مانده است. ولی یه مینوت پس خودم زنگت میزنم. دیگه زنگم نزد مردکم خیلی آدم اومده استن. چنو سرمون دوران زنگ و تلفن شکشت و دیگه مردکم خطیم گم نزد آخی. پیوندان مهاجران کشته شده میگویند فرزندانشان در این زنازنی فقط قربانی بودند و میخواهند گناهکاران جزای سزاوار گیرند، اما با جزا دادن جان فرزندان آنها را بر نمیگردانند و حالت روحی آنها را تغییر نمیدهند.